12 ایول президент جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در دایره سفر کاری به شهر و ناحیه‌های ولایت سوغد به ناحیه دیوشتیچ تشریف آوردند. президент جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در دایره سفر کاری به شهر و ناحیه‌های ولایت سوغد در دهه قلعه دوست دهات وحدت ناحیه دیوشتیچ بینای نوی مرکز سلامتی را مورد بهره برداری قرار داده با شرایط کار و خدمت رسانی در آن شناس شدند. بنیاد بینای نوی مرکز سلامتی از ماه ایون سال 2024 آغاز گردیده در رفته کارهای ساختمانی زیاده از 20 متخصص محلی با کار جلب شدند. انشاءات با مبلغ گذاری مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی ناحیه دیوشتیچ، صاحبکاران محلی و اشتراک فعال ساکنان با استفاده از محصولات بلندصفت وطنی با خرج 6.5 میلیون سومانی بنیاد کرده شد. با بنیاد بینای نو 12 متخصص محلی با جای کار تامین شدند. سیاست خردمندانه پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان ما ساکنان و صاحبکاران دهه را وادار نمود که برای آبادانی وطن حصه ارزنده خود را گذاریم. در یک جایگی یک مرکز سلامتی زمانوی را بنیاد نموده با اشتراک پیشوای معظم ملت به استفاده داده شد. ما در آینده نیز کوشش می نماییم که برای آبادانی وطن حصه خود را گذاریم. بینای مرکز سلامتی از 2 آشیانه عبارت بوده دارای 18 حجره کاری از جمله حجره های استوماتولوژی، تشخیص اولتراسادا، طب اویلوی، ختنه، حجره مامودویه، ایمونیزاسیا، آزمایشگاه، حجره معاینه، ثبت برقی دل و 18 رخت خواب روزانه می باشد که همه روزه به ساکنان خدمت می رساند. انشاءات نو برای خدمت معاصر طبی به 1600 عائله و 6780 ساکن دهه قلعه دوست با سطح و صفت بلند و جوابگو به طلبات معاصر پیش بینی شده است. ما کارمندان طبی ناحیه دیوشتیچ از غمخواری و دستگیری های همه‌روزی پیشوای ملت جناب عالی محترم امامعلی رحمان منتداری خود را بیان نموده بهر بلند برداشتن سطح صفتی خدمت رسانی در دهه های دوردست کوشش به خرج داده ایستادیم. امروز با اشتراک پیشوای معظم ملت در دهه دوردست قلعه دوست ناحیه دیوشتیچ یک مرکز زمانوی به استفاده داده شد که اهالی دهه می توانند در همین جا تشخیص و طبابت را گیرند. مساحت عمومی قطعه زمین مرکز سلامتی 2701 بوده. مساحت زمین انشاءات نوبنیاد 495 متر مربع می باشد. صحنه مؤسسه را گلهای آرایشی و درختان سوی افکن زینت بخشیدند. با پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان اطلاع داده شد که در مرکز نوی سلامتی شرایط و امکانیت های معاصر کار و خدمت رسانی فراهم آورده شده است. رهبر دولت محترم امامعلی رحمان به طبیبان دستور دادند که در وقت تشخیص و طبابت بیماران مسئولیت بیشتر داشته باشند و پیش از همه بهر بهداشت سالمی جامعه سهم ارزنده گذارند. ما کل طبیبان با پیشوای معظم ملت جناب عالی اظهار منتداری خود را می‌رسانیم که برای کار و فعالیت نمودین ما طبیبان چنین شرایط‌های زمانه را فراهم آورده ایستادند. به سبب نیست که محترم جناب عالی در هر برآمدهای خود سایه تندرستی را در مد اول می‌گذارند. ما طبیبان مرکز در جواب بر غمخوری‌های پیشوای معظم ملت وعده می‌دهیم که بهر سالمی ملت سعی کوشش بسیارتر نماییم. ساکنان دهه قلعه دوست بنیاد مرکز را از زمره اقدام‌های رهبریت دولت در سمت تطبیق با ثمر سیاست اجتماعی و تحفه ارزنده به افتخار جشن بزرگ ملی 35 سالگی استقلال دولتی می‌نامند. شما دید دهی زیبا منظری ما با رحمت پدر و مادر من صاحبکار و فرزندان همین سرزمین که در خارج هم باشند ما فکر شما را کردم، فکر زادگار را کردم، فکر خشت اقربا را کردم، آمده آباد کردم. این کاری سواب